اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یوسف زیبای زهرا بر سر بازار زار، یوسف زیبای زهرا بر سر بازار زار، من خریدارم ز بهر لحظه ای دیدار دار. می کشم بر دوستانت ای دلبر طناز ناز، تا نگویندم ندارد مردم اغیار یار. از گناهانم مگو ای حجت سرپوش پوش، عذرخواهم بر قلم عفو خود بسپار پار. دیدگان از هجر رویت ای مه دلجوی جوی، با مژه روبم ز راحت ای گل بیخار خار. با ظهورت بر جهان خورشید عالم تاب تاب، تو بیایی من ببینم دشمن خونخوار خار. می کنم بر سوی قبله ای شه خوش روی روی، تا نگویندم ندارد مردم اغیار یار. بر مشامم میرسان ای عنبر خوش بوی بوی، بر دهانم گردهم مدح تو بر دینار نار. جان زهرا از عنایت یوسف طباخ باخ، جان زهرا از عنایت یوسف طباخ باخ، تا نگشت خاطرت از طول این گفتار تار. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه حضار، بزرگان، پیرغلاما، موسفیدا، عاشقا، کسایی که الحمدلله رب العالمین سفره زندگیشون و سالهای سال در خونه سید الشهدا پهن کردند و از این سفره بلند نمیشن تا خود حضرت از سر اون سفره سر یه سفره دیگه انشالله بنشونه هممون انشالله. بلند بگو انشالله. صادقانه بگم 28-9 سال دارم برنامه اجرا میکنم جلوی آنتن زنده، خلاصه همه رقم همجور بوده تو مجامع مختلف، اما چطور عرض کنم حقیقت داره زانوها میلرزه، چون تا با جلوی این همه پیشکسوت و پیروان اهل بیت که یک عمری نوکری کردن نتونستم، نه تا حالا متکلم وحده نبودم. مخلص همتون هستم، خاک پاتونم. خیلی خیلی خوش اومدید. هر کی دوست داره بری کربلا یه صلوات بفرسته. حدود 85 سال پیش بوده که یک حاج عباس قلی علی خانلوی عزیزی بوده، خیلی اهل دل بوده و با صفا و خلاصه همه رو دور هم جمع می‌کرده و خدا رحمتش کنه انشالله. انشاءالله بکن لاحقون، من بهش ملحق شم انشالله. خلاصه به چند تا رفقاش میگه که بیایم تو تهران یه حسینیه تشکیلاتی ما هم راه بندازیم و تبریزی و اینجا یه زنجیرزنی و داستانی و حرفا. یه شاید جوری که مثلا به من گفتن نزدیک 7-10 تا مثلا آدم بودن و جمعیت بودن و حسینیه بوده و هیئت بوده، دور هم جمع میشن و حسینیه رو راه میندازن. شروع میکنن از روزه های خونگی و دعای ندبه و مراسم مختلف و از این خونه به اون خونه و گاهگداری هم تو حسینیه خودش تو خونه خودش مراسم میگرفتن تا حدودتون عرض کنم که میشه گفت 1319 بود اگر اشتباه نکنم این پیشنهاد. همینطور شروع میکنن به کار کردن تا حدود سال 81 یک ملکی رو میخرن و خلاصه میگم بیایم از پاتوقی که تو خونه حاج عباس قلی داشتیم بیایم پاتوق خودمون بزنیم اینجا رو توسعه بدیم. و به حمدالله با همت اونها و لطف اهل بیت علیهم السلام، لطف آقا سید الشهدا حضرت ابوالفضل بیبی رقیه، خلاصه این در بساط را میفته و دست به دست میره تا امروز به 10 ها و 100 ها هیئت آذری میرسه که تشکلی دور هم هستند و این گونه مثل لحظاتی پیش و 1 ساعت پیش که تو طبقه پایین دوستان جمع بودن، بذل محبت و عشق سر میزها خلاصه توزیع میشه، همه داشتن کیف میکردن. خوش به حالتون.
خدا با آمور زهرا که یک لحظه کمتر از آنی ما را از اهل بیت و نوکراش جدا نکنه انشاءالله. و در نهایت اخیراً عزیزان گفتم به حال با توجه به توسعه‌ای که این مجموعه داشته که در مورد توسعه صحبت خواهیم کرد، به جای میرسه که انصافاً دیگه بعد از 80 و چند سال باید یک کمی توسعه پیدا بکنه، چون خدمات بیشتر شده، گرفتاری‌ها زیادتر شده، افراد تحت پوشش بیشتر شدن، خدمات درمانی نیاز دارن، جوونا خلاصه توقع دارن. امروز دیگه دنیایی که باید جایگزین کرد، باید یکی که همه رفقا و دوستان بچه‌هاشون جوونا رو بیارن تو این مجموعه، خلاصه پرچم دست اونها بدن و با یک فضای کوچیک انجام نمیشه اتفاق. و همت کردند و خلاصه بساط رو فراهم کردن و یک مجموعه حدود 135 متری به این مجموعه 195 متری اضافه کردن در 3 طبقه و دارن یک کار قشنگی رو انجام میدن که انصافاً میطلبه. من بارها اینو تو تلویزیون گفتم، اینجا هم میخوام بگم رفقا دوستان، در سال 61 هجری تو سرشاده منو ببخشید دارم بیادبی میکنم جلوی شما، میگم دست داره میلرزه. در سال 61 هجری بر روی سینه سید الشهدا نشستن و سر او رو ذبح کردند. امروز روی سینه فرهنگ حسینی نشستن دارن ذبح میکنن. فرهنگ حسینی دارن ذبح میکنن. با بهترین وسایل و با پیشرفته ترین وسایل نباید کم بذاریم. باشیم چند کلام در خدمتشون باشیم. جناب آقای اسد حسن سیری با صلوات بر محمد و آل محمد. به به. قربون قدماشون صلوات دیگه میطلبه. صلوات بعدی هدیه کنیم به خانم ام البنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به تمامی اساتید بزرگان. عنایت فرمودید محفل قشنگی است. من دفعتا واحده وارد محفل و مجلس شدم، فرمودن به خاطر اینکه به هر حال یه سلسله ساداتی باشه ما هم اسممونو بنویسیم. اگر عزیزان فارسی زبانمون زیاده که ما چشم فارسی صحبت کنیم، اگر نه حاضرم که زبان مادری رو صحبت کنم. یه صلواتی عنایت بفرمایید. صلواتتون فارسی رو میپسنده مثل این که اینجوریه. Hansı yaptın? Türkçe. من bir dana çehrelərə ki baxıram, elhamdülillah Rabbil alamin. Əzizimiz Ağay Hacı Mehdi ilə indi orada söhbət edirdik. Be vəci ixtisar ərz edeyim xidmətinizə. Bir tərəfdən çox xoşhalıq ki, keçəcəkləri və keçən mənzərələri və mənazirləri və əsatidləri və böyükləri ziyarət eləmişik. Onların məcalisində və məhafilində eşq eləmişik da. Bir ləhazdan da indi baxırıq, görürük ki, ey dadi bidat, onlar gediblər, əfsus ki, o aləmlər, o səfalər aradan yığışılıbdır. Vəli bəhəmdülillah baz həm جای شکر vardı ki yazar ki به پیری گر رسد انسان دیگر برنا نمی گردد قد سروی اگر خم شد دیگر رعنا نمی گردد به دنیا دل مبند ای دل به فکر توشه ره باش که با مرگ من و تو آخر دنیا نمی گردد من از حسن خدادادی که یوسف داشت فهمیدم من از حسن خدادادی که یوسف داشت فهمیدم به آرایش
رخ زشت کسی زیبا نمی گردد. لیاقت باید انسان را که گردد منجی مردم. لیاقت باید انسان را که گردد منجی مردم. هر آن کس که به کف گیرد عصا موسی نمی گردد. تمام bu اسامی که burada mülahizə buyurdunuz, əksəri ilə mən به هر حال xidmətlərində olmuşdum. Dövran lap o əvaylı cavanlığımızda Ağay Mürəkkəbsazın evində heyət-i mühtərəm Zəncirzanan olardı meydanı edamda. Rəhmətli Xacı Müzəzza Ərəbi xan mənim böyük babamından həmsayə idilər orada. Allah hamısına rəhmət eləsin inşallah. Baxırdım ki, kimlər getdilər, nə cürdülər, nə aləmlər idilər. Cay şükrü vardı ki, elhamdülillah, bəd az qarnha təqribən yetişirdi. Bir qarnə 80 neçə ildən sonra elhamdülillah o baqi mandələri به احترام و geçenlər elhamdülillah bu məhfil و məclisi به پا eləyiblər. Cay təşəkkür vardı. Allah İmam-ı Zaman xatirinə bunların xədəmatını mənzur nəzər İmam-ı Zaman qərar versin və bu ittihad و ittifaq و səfa و vəfani cəmi Hüseynilərdən almasın inşallah. Səlaməti tamami xadimin Zəncirزنانی که bu gecə məhfil و məclisi burada irayə veriblər və əzizlər və böyüklər, məxsusən əsatidi ki, elhamdülillah, böyük səbəbi batdı. İstəyəm, ad verəm, Xuday nəkərdə qələmdən düşər şərməndə olam. Onları ki, Təbrizdən inayət eləyiblər, nurbaran eləyiblər. Allah İmam-ı Zaman xatirinə nitqlərin quya eləsin. Onların da hamısının səlamətliyinə bir ucalı səlavat inayət eləyir. و در ضمن bunların da verilen به عنوان bir təşəkkür ki به هر حال لایق نبود قطره به عمان بردن خار و خس صحرا به گلستان بردن اما چه کنم که رسم موران این است پای ملخی پیش سلیمان بردن من هم bunların verilen hamızdan təşəkkür edirəm bir dana da sizə Şübeyridən təxəllis oxuram ki Allah Hacı Əhəd Ağay Xocəstəyə tulu ömrü versin inşallah vücudunu bir bəla eləsin. Bunun bir qahəm bir bəzi mətalibi var ki, mənim məğzimdə dayanıbdır. Qiyamət gününə raci deyər ki, Pərverdigara, əgər çınançı Xuday nəkərdə, Xuday nəkərdə, Xuday nəkərdə. Bir gün Xuday nəkərdə pərvəndəmizdə bir nəvaqis ola, bizi bu İmam Hüseynçilərin qabağından aparma. O dalda küçələrdən zatdan apar ki, abırımız hifz olsun inşallah. Ona bir dana biləcə təxəllis oxuram ki, Şübeyri, ta nəfəsim var, cəhanda eyləmə qəflət. Ərz edirəm tamamı bu xadimlərə, Şübeyri, ta nəfəsim var, cəhanda eyləmə qəflət. Bu asitanədə sidq o dil ilə etkilə xidmət. Bilmirəm məclisdən nə cür əyləşmirsən, xatimə verirəm ərzimə. Şübeyri, ta nəfəsim var, cəhanda eyləmə qəflət. Bu asitanədə sidq o dil ilə etkilə xidmət. Ki ta görəndə səni məhşər əhli روز qiyamət desin nə bir-birə zəhra verəm midalinə bir bax. Desin nə bir-birə zəhra verən midalinə bir bax. İmam Zaman cəmalına bir inayət eləyin, ucalı səlavat inayət eləyin. سپاه کربلا حیدر نام نشان سرسپاه کربلا حیدر نام نشان ساقی لبزش نگاه
سوز ateşten yandım ateşten سوز ateşten مشکل سال خالی اما بین مزگون حالی تشنه لبلر جمله سسر الامان نزوا اموزان ای مهم ملک مدینم التجا eylül sakinam bir içim su eyle ihsan el-emu sakkanam ucan yandım ateşten سوز ateşten yandım ateşten سوز ateşten مظلوم مظلوم حسین 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 سلام علیکم. سلام خیلی خوب، آدم دوست داره هی بره بیاد سلام کنه، کیف کنه، جواب سلام رو بشنوه. عرضم بزرگتون جسارت میکنم خدمت یکی از مراجع در قم بودم، مطلب به بنده فرمودن، گفتم که هر جا بشم عرض میکنم که میگفتن در بازدیدی که وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در معراج داشتند، وقتی که بازدید میکردن از عرش و معراج و بناهای مختلف و خلاصه ملک‌های مختلف میدیدن، یک بنایی رو دیدن، یک تشکیلاتی رو دیدن که خیلی وسیع و عریض و خیلی با شکوه و با جلال بود که حضرت سوال کردن که این بنا و این ملک و این تشکیلات مربوط به کیه؟ میگن که مربوط به ملک حسوبه، از حساب کتاب میاد. این فرمایش این عالم عزیز بوده بنده. بعد حضرت فرمودن که خب کارش چیه؟ عرضه داشت که یا رسول الله این ملک حساب کتاب همه چیز رو در عالم داره، از قطرات بارانی که از اول ما الله باریده تا الان داره، در خشکی چقدر، در دریا چقدر، رو سر این چند تا، همه چیز حساب کتاب رو داره. حضرت سوال میکنن که خطاب این ملک آیا تو حساب کتابی هست که عاجز باشی از شمردنش؟ گفت یا رسول الله بله. گفت چیه؟ گفت هر جایی که مردم جمع باشن و یک صلوات برای شما بفرستن. جناب الان ملک حسوب قاطی کرد که چه کنه، خلاصه چجوری حساب کتاب بکنه. تسلیت عرض میکنم وفات شهادت گونه حضرت معصومه سلام الله علیها رو افتخار دارم که در معیت پدر نازنینم لحظات پیش از قم اومدم و برنامه داشتیم اونجا از شبکه کربلای فارسی و تسلیت عرض میکنم شهادت این بانوی بزرگوار و نازنین خدمت شما عزیزان. دیدم که با شعر حال کردید، همه اهل حال هستید و ما پیش شما خیلی شعر شنیدیم. خدا رحمت کنه بزرگانی که تو این مجموعه ها بودن. صفا کنیم. میگه سر به هوا نیستم جز به هوای حسین، سر به هوا نیستم جز به هوای حسین، عاقبتم خیر نیست جز به دعای حسین. هستم اگر محترم از کرم این درم، ای بخورد بر سرم درد و بلای حسین. گر به درش نوکری از همه عالم سری، گر به درش نوکری از همه عالم سری، نیست سوی هر دری دست گدای حسین. خنده کنان کی روم روز جزا در بهشت، من به جنان هم کنم گریه برای حسین. هرچه حسین داشته شد به فدای خدا، هرچه برای خداست پس به فدای حسین.
فوق بهشت خداست، خوبتر از کیمیاست، چیز که خاکش شفاست، کرب و بلای حسین. من به فلک بودم، یار ملک بودم، آمدم اینجا پی بزم عزای حسین. زمزمه کبریاست، تذکرة الانبیاست، در قصص الانبیاست مرثیه‌های حسین. گریه کنش آدم و آه و دمش با مسیح، نوح به اسم و به رسم نوح سرای حسین. برای همه مادرایی که با شیر پاک اونها حسینی شدیم و الان وقتی میگیم مادر، دل خیلی از ما خلاصه ضعف میره، برای مادرایی که آسمانی شدن محبت کنید، هدیه بفرستید، صلوات بر محمد و آل محمد. گروه همسرایی و همخوانی حسینی مکتب تشیع آماده هستی، جوانای عزیزی که خلاصه میخوان شروع کنن کار قشنگشون رو برای شما، یه سرود زیبا دارن میخوان برای شما بخونن. لطف کنید با تشویق صلوات گونه زیبا دعوت کنید در خدمتشون باشید. الان این بچه‌ها که میان تا وقتی بیان بعد سینه عرض کنم هممون بدون استثنا هم از پیرغلامایی که سن زیادی دارن و قربون خودشون برم، قربون قدماشون برم، قربون عصاهاشون برم، قربون راه رفتن و یواششون برم، در دوله همشون بخوره تو سر من. وقتی میان همه یاد خودمون میافتیم که از همین روزا شروع کردیم، از همین جاها شروع کردیم. عشقمون یه تکبیر گفتن سر نماز بود، خلاصه عشق خوندن یه نوحه بود، یه شعر بود. همه ماشاءالله جوان خوب و رشید، ان شاءالله که جوان روز به روز بیشتر بشن. خواستم که زمانی بگذره در خدمتشون باشیم برای سلامتی خودشون، خانوادهشون، خودتون، خانوادهتون و هر کسی که دوستش دارید صلوات مرحمت کنید. ماریز خار خانه شاهانه حسینی، در گلستان ترات پروانه حسینی، تا روز حشر گویی لبک یا ابن زهرا، در مکتب تشیع دیوانه حسینی. حمدالله گدای حسینم، عاشقم مبتلای حسینم، جان نثار در اهل بیتم، از ازل خاک پای حسینم، دلبر طاها دل داده مولا، بنده دل زهرا جانم حسین جان، شافع محشر ارباب پرور، ممدوح پیغمبر جانم حسین جان، مظهر حضرت جانان حسین جان، مظهر حضرت جانان حسین جان، فدیه مکتب قرآن حسین جان، آذری گویم از عمق وجودم، جان
نوکرم افتخار ایلرم من، نوکرم افتخار ایلرم من، نوکر آل پیغمبرم من، آستان بوس سلطان عشقم، از ازل خاک پای حسینم، جان جاناندی هر درد درماندی، روی مریحاندی زهرا بالاسی، پیر عرفاندی دنیای سلطاندی، شاه شهیداندی زهرا بالاسی، شیعیان شرف لی امامی، اهل عالم علو دور غلامی، خادم مکتب تشیعم من، خادم مکتب تشیعم من، ورمرم شاه لگاه اومدانی، یا حسین مولا مولا حسین مولا مولا حسین مولا مولا حسین جان، یا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا مولا حسین جان. خب وقتتون بخیر باشه. این پشت تریبون گفتیم شاید به این وسط کمی آرومتر بگیریم. به هر حال عرض کردم خدمتتون امروز هیئات و مجموعه های ولایی و مذهبی ما، امام حسینی ما رنگ و بوی دیگری گرفته و علاوه بر اون کارهای سفره‌داری رو هم دارن، کارهای خیر و تحت پوشش قرار دادن خانواده ها رو دارن الحمدلله. خصوصا در این مجموعه مکتب تشیع بحث‌های فرهنگی و جذابی که برای جوونا خوبه، البته نه به هر بهانه‌ای، نه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اونجوری نه. حضورتون عرض کنم که دارن فعالیت میکنن، بحث‌های ورزشی هست، علمی هست، درسی هست که جوونا بیشتر توی اینجور مکان‌ها حضور پیدا بکنن و طعم شیرین در خونه اهل بیت بودن علیه السلام رو خلاصه حس بکنن. من یادم برای گزارش یک مسجدی رفته بودم که برای اولین بار تو شاید 10 15 20 سال گذشته من دیدم که یک مسجدی این همه جوان توش بود، این همه جوان توش بود و این کار بسیار مهمیه و یک سرمایه‌گذاری خیلی مهمی رو میطلبه که ما بتونیم تو این امر موفق باشیم و خیلی راحت باشه که به هر حال اگر موی سفید کردین، کاری کردین، زحمتی کشیدید، دست افراد میفته که ان شاءالله بتونن این راه رو ادامه بدن. مقدم باشم بر بخش بعدی که در خدمت ان شاءالله خواهیم بود و دیدم که خب اهل شعر هستید و صفا میکنید، چیزی که بازم از خود شما یاد گرفتیم توی هیئت رو تقدیم میکنم از این آقای حیدر توکلی و میریم بخش بعدی که بازم یک صحبت کوتاه هستش. اینجا صحبت طولانی کردن ضرر داره، واقعا ضرر داره، هم برای خود طرف هم برای مجلس. چرا؟ چون اینجا باید نمکی کار کرد، نمکی یک اشاره کوچیکی داشت و سریع رفت، چون که این آقایانی که نشستن اینجا از قدیم گفتم بگی فه میرن تا کجا؟ ولی احسن یه علامه حیاتی نشون بدیم، من نگران نشم این مرتبه، دستون درد نکنه. میخوام از خوابی بگم که خیلی خواب شیرینه، انشالله که این خواب واقعیت بپیونده. برای بسیاری از پیرغلاما به واقعیت پیوسته. من بازم اینجا وام بگیرم از کفشدارای محترم و خادمون حضرت رضا علیه السلام. اوستایید همتون، یک کفشداری به رحمت خدا رفت، تو خواب دیدنش، اینو خود کفشدار بر من تعریف کرد.
که میگم من این رفیقمو خواب دیدم، بهش گفتم فلانی چه خبر؟ گفت خیلی خوبه. گفت یعنی چی؟ گفت من هر وقت کفش میدادم هی میذاشتم تو اینجا شماره میدادم، وقتی بیکار میشدم رو میگم که خیلی من حاضر میگفتم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. میگفت فلانی به تعداد هر سلام آقا اومده به من جواب سلام داد. در خونه کی هستیم؟ خلاصه چیکار داریم میکنیم و چه اتفاقی و چه خیر قشنگی انشالله داشته باشیم. و میخوام این سراغ خواب وقتتون رو نگیرم. دوش در عالم رؤیا به بهشتم بردند، دوش در عالم رؤیا به بهشتم بردند و در آن باغ به دست ملکی بسپردند. دست من دست ملک بود و روان گردیدیم، راهی از بحر تماشای جنان گردیدیم. چه بهشتی! همه در حاله ای از نور و سرور، طاقی از گل زده بودند به هر راه عبور. انبیا در طبق نور گذر می کردند، می گذشتند و به ما نیز نظر می کردند. هر چه دیدم به جنان مظهر زیبایی بود، ملکم داد نشان آن چه تماشایی بود. ملکم گفت به هر جا طلبی خانه بگیر، تو پرستوی بهشتی به جنان لانه بگیر. اهل جنت همگی گوش به فرمان تو اند، نعماتی که بدیدی همه از آن تو اند. تا به من از ملک این گونه سخن گشت خطاب، همه باغ جنان بر سر من گشت خراب. گفتم او را که منم تشنه، می ناب کجاست؟ همه ارزانی تو، خانه ارباب کجاست؟ عمر من در طلب دیدن دلدار گذشت، شب و روزم به هوای رخ آن یار گذشت. ببر آنجا که بهشت ازلی می باشد، ببر آنجا که حسین ابن بی حسینم همه روزم به جنان شب باشد، ببر آنجا که علی اکبر و زینب باشد. در جنان گرم گل و نور مسازید مرا، یا به دوزخ ببریدم که بسوزد بدنم، یا به دوزخ ببریدم که بسوزد بدنم، یا نشانم بدهید آن صنم بی کفنم. در جنان گرم گل و نور مسازید مرا، در جنان گرم گل و نور مسازید مرا، ز حسین ابن علی دور مسازید. اللهم ارزقنا توفیق شفاعت حسین یوم الورود و زیارت قبل حسین ان شاء الله. ان شاء الله همه با هم دیگه زیارت به کربلا بریم. و اما میخوام دعوت کنم از برادر بزرگوار و ارجمندم که لطف کنن دعوت ما رو بپذیرن. عرض کردم به مدت چند دقیقه، حدود 5 دقیقه، حاجی آقای علمی عزیز معاونت محترم سازمان حیات کشور تشریف دارن اینجا. کوتاه بشنویم از ایشون، دعوت کنیم با یک صلوات حیدری. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه محضر مقدس و نورانی خانم فاطمه معصومه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوم صلوات هم یادی بکنیم از عالم بزرگوار خطه آذربایجان، این شهید بزرگوار، این حسینچی عزیز، حضرت آیت الله العظمی آل هاشم که از شهدای جریان اتفاق هلیکوپتر رئیس جمهور بودن. خدا انشاءالله روحشون رو شاد بکنه. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب استاد عزیزم جناب آقای احمدزاده فرمودن که 5 دقیقه و من هم سعی میکنم که تو این 5 دقیقه 3-4 تا فقط جمله عرض بکنم، اونم از باب درس پس دادن. و قبل از عرایزم این رو با افتخار محضر شما عرض میکنم که اصالتا آذری هستم و عرض ادب و احترام می‌دارم سوز محضر و عزیز حسینچیلر. اما به 2 جهت من فارسی صحبت میکنم، به دلیل اینکه ما یه مقداری چون تو تهران بزرگ شدیم آذرimiz تزگوتولار آبروموز گدر. و دوم اینکه من دیدم خب از
هیئت‌ها و عرضم حضورتون که خادمین دستگاه سید الشهدا فارسی زبان‌ها هم هستن، این چند کلمه رو من فارسی عرض میکنم. خطه آذربایجان پیشکسوت و سردمدار سبک عزاداریه، به ویژه عزاداری سنتی. این شاه حسین گویانی که الان شما مشاهده فرمودید به قدمت تاریخ کربلاست و میراث بزرگ حسینیت خطه آذربایجان و به همین دلیل ما در جنگ چالدوران که به کربلای ایران شهرت داره و در خطه آذربایجان اتفاق افتاد، هزاران شیعه و سرباز سید الشهدا در این خطه به شهادت رسیدن، اما نگذاشتند وجبی از این آب و خاک به دست دشمن بیفته. این را از این جهت عرض کردم که نسبت به فضای عزاداری خطه آذربایجان به ویژه شهر حسینی تبریز واقف و آگاه باشیم و انشالله این میراث رو شما بزرگواران و پیشکسوتان و مسئولین هیئت‌ها انشالله به نسل‌های بعدیتون منتقل بکنید و همیشه بتونیم به بهترین شکل این میراث رو به نسل‌های بعدی منتقل کنیم. عرض محضرتون که اون چه که در هیئت ما باید یاد بگیریم درس‌هایی است که به قول شریف امام رضا علیه السلام که فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه آن کسی رو که امر ما اهل بیت رو احیا میکنه، زنده نگه میداره. سوال کردن آقا جان امر شما اهل بیت چیست که اگر کسی زنده نگه داشت مورد رحمت الهی قرار میگیره؟ آقا فرمودن امر ما اهل بیت یعنی این که علوم ما اهل بیت رو بیاموزید و به دیگران تعلیم بدهید. و آقا فرمودن اگر مردم حلاوت، شیرینی و محاسن و زیبایی کلام و علم ما اهل بیت رو یاد میگرفتن، قطعاً از مسیر اهل بیت جای دیگه نمی رفتن. عزیزان، بزرگواران، حسین چیا، احیای امر اهل بیت امروز روز در زنده ترین تشکل دینی کشور که اون هم هیئته داره اتفاق میفته. طبق آماری که مجموعه های رصد سازمان های مرتبط آمار مثل صدا و سیما، دانشگاه تهران و به ویژه سازمان تبلیغات کشور که حقیر به عنوان خدمتگزار شما بزرگواران و نوکر شما عزیزان اونجا داریم خدمت میکنیم، نشون میده 87% مردم، بیش از 87%، بعضی از آمارها هم تا 90-92% هم ذکر کردن، مردم ما این تعداد و این درصد با دستگاه امام حسین ارتباط دارن. یعنی یا روزه میرن یا روزه میگیرن، یا نظری میدن یا صف نظری می ایستن، یا زنجیرزنی میکنن، یا طبل میزنن، یا سینه میزنن، یا گریه میکنن. حتی اونهایی هم که به دلایل مختلف مثل بیماری و کسالت امکان حضور فیزیکی ندارن، از صدا و سیما، تلویزیون ارتباطشون رو با دستگاه امام حسین حفظ کردن. این زنده ترین مجموعه است که تو کشور الان فعالیت داره. قدر این هیئت‌ها رو بدونیم، مراقبت کنیم. آقای احمدزاده من وام بگیرم از استاد عزیزم که فرمودن دشمن الان داره فرهنگ سید الشهدا رو ذبح میکنه، باید مراقب باشیم. خرافه، تحریف تو هیئت‌های ما خدای نکرده جا باز نکنه. چرا که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن محرم و صفر است که اسلام رو شما بفهمید زنده نگه داشته. ما هر آنچه داریم از محرم و صفره، به دلیل اینکه احیای امر اهل بیت در محرم و صفر و در تکیه سید الشهداست. اینم یه جمله. جمله دیگر من این که ما از هیئت باید یاد بگیریم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ما از شما پیرغلاما یاد گرفتیم، ما پای منبر شما، پای روضه های شما اینا رو یاد گرفتیم. هر روز عاشوراست و هر زمینی کربلاست. هر جا که حق و باطل تقابل کردند اونجا کربلاست. هر زمانی که حق و باطل تقابل کردند اون روز، اون ساعت عاشوراست.
و امروز عاشورای زمان ما ساعتها و روزهایی رو داریم میگذرونیم که بیش از 50,000 زن و بچه مسلمان و شیعه در خون خودشون دارن میغلطن. و من این نوید رو به شما عرض بکنم، این وعده الهیه که اگر کسی با حق در افتاد قطعا نابود میشه. و این سبک و این سیاق ضربات و حملات و موشکبارانه که اسرائیل داره میکنه نشان از نابودی انشالله زودرس این رژیم غاصب و صهیونیستیه. حق و باطل رو ما از هیئت یاد گرفتیم. و جمله آخر من عرضم تمام، تو این کلیپی که پخش شد الان، شمشیرهایی که بالا میرفت پایین میومد، طبلی که زده میشد، صفی که شما دیدید، اینا همه علامت جنگه. شیپور مال جنگه، طبل مال جنگه، کتل مال جنگه، علم مال جنگه، این شمشیر مال جنگه، این نظمی که هیئتیا شما رؤیت فرمودید مال جنگه. یه پیام داره و پیامش اینه: سید الشهدا، اگر ما نبودیم در زمان قیام شما و کنار شما شمشیر بزنیم، امروز هستیم و در رکاب فرزندت حضرت حجت ابن الحسن انشاءالله شمشیر خواهیم زد. خدا انشاءالله که من و شما رو در زمره سربازان و امام زمان قرار بده و ما رو عارف و عامل به معارف اهل بیت، به ویژه خصوصاً بارگاه سید الشهدا که تو این برنامه اینایی که مرگ رو درک کردن، این زندگی پس از زندگی خیلی برنامه عجیبیه. اکثر اینایی که شما نگاه میکنید برگشتن غالبا میگن ما اونجا تنها چیزی که یادمون اومد این بود که خدا رو قسم بدیم به سید الشهدا و به امام حسین تا ما رو برگردونه. چرا که سید الشهدا عزیز خداست. انشالله همه ما توفیق پیدا بکنیم و این معارف رو درک بکنیم، عالم باشیم و عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بی کفر این زبان زخمی داره گل میشه مشکل زده. این زبان زخمی داره گل میشه مشکل زده. زبان گل میشه مشکل زده. یاسما امانی حالم yaman Yatma emani Halim yaman Ey tamam ezzet bidarım Gelmişem aşk gözlerim Ey tamam ezzet bidarım Gelmişem aşk gözlerim İstemaya yavrular Gelmişem aşk günlerim Yatma emanı Halim yamanı Yatma emanı Halim yamanı Zahir bir ehli kufr Yine yetinesi Zahir bir ehli kufr Sen bugün soldun oğul Leşki cenabın sinesi Sen bugün soldun oğul Leşki cenabın sinesi Gözlerin nuri Hasan Kardeşimin aynesi Gözlerin nuri Hasan Kardeşimin aynesi Yatma emani Halim yaman Yatma emani Halim yaman Ey zeval zahmi darım Gelmişem aşk gözlerim Ey zeval zahmi darım Gelmişem
سلام علیکم. عرضم حضورتون که من آذری نیستم متاسفانه، کاش بودم و محرومم از این زبان و از این ادبیات و از این خلاصه حال خوش. ولی تو کربلا که ما میریم چند تا از رفقا هستن، یه دسته بسیار بزرگی هستش که اون ایام شب‌های نزدیک به عاشورا شاخسایی رو میگن و من یادم اولین بار چند سال پیش بود داشتم کنار بین الحرمین اون سمت شارع سده داشتم گزارش میگرفتم. یکی از این بزرگان و عزیزانی که اونجا بودن و پیرغلام بودن اومدن طرف ما، خلاصه ضبط کلا نابود شد، یعنی قطع شد. یه نه از این دستمالا از این شال قشنگ سر من بستن، خیلی هم زیبا شد و خلاصه یکی از همین عصاها دادن دست ما و آوردن ما رو تو جمع. منم با اونم تا اصلا نکرده بودم ولی خب الحمدلله مثل که قدم اول انجام دادن. خلاصه این باب شد. الان ما 7-8 سال خوب نمیگم ناخودآگاه، اون اول ناخودآگاه بود اما الان 100% آگاهانه است و خلاصه میریم این سنت قشنگ انجام میدیم. خیلی هم از ما فیلم گرفتن، خیلی هم پخش شد و خیلی هم خلاصه حالا ان شاء الله تو خوب. یه صلوات مرحمت بفرمایید. داستانی که اول من خدمتتون عرض کردم یه داستان 100% واقعی بود، همین حس خودش داشت و واقعا هم همینجوری که تک تک ما اگر یه مروری بکنیم بریم به سالهای قبل، همینجوری توسعه پیدا کرد هیئتمون که یه شخصی گفت فلان کارو انجام بدیم، دور هم جمع بشیم این کارو بکنیم و خلاصه از شاید کوچیک‌تر نوجوان بودم، اون که چادر مادرش آورد، اون که استکان نرکرد خونه آورد، اون قیمه آورد، ببخشید قوری آورد، اون استکان آورد، اون یه زیلوی انداخت کف و خلاصه حتی شروع شد و به امروز به حمدالله با این جمعیت عظیم و زیبا روبرو هستیم. میخوام دعوت کنم از یکی از خادمین و واقعا خادمین نازنینی که او هم در زیر سایه پدر بزرگوارش در مکتب تشیع امروز سر صورت سفید کرده و خلاصه داره کار میکنه، دعوت کنم که او هم چند کلمه مختصر صحبت بکنه با کمال افتخار و تشکر کنه. چون ما معمولا تشکرهامون آخر برنامه است. دیدین آخر برنامه همه دارن بلند میشن میرن، یکی میگه خب تشکر میکنم این از اون. چرا ما تشکرها رو اول انجام بدیم که همه قبرا و سرحال هستن، هرچند که ان شاءالله که تشکرهامون رو میذاریم برای شب اول قبل که تشکرگزاری عرض کنم، یه تفقدی بکنن، یک نگاهی بکنن و خلاصه حساب بکنن ما هم چه ایراد داره. من دعوت کنم از جناب آقای میررضایی عزیز اسد محمد با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب و احترام محضر مدعوین، حضار محترم، مهمانان گرانقدر، فرماندهان محترم انتظامی و امنیتی، مسئولین و مدیران شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی، سروران و بزرگای مسئول و سرپرست حیات حسینی تهران، تبریزی های مقیم تهران، به ویژه عزیزانی که با این مسافت طولانی قبول زحمت کردن، قدم سر چشممون گذاشتن و از شهر تبریز تشریف آوردن، شهر مدح و مرثیه و شهر زیبای تبریز. صلوات نهایت بفرمایید. در محضر بزرگان صحبت کردن یه مقدار سخته. منم 2 روز تمرین کرده بودم. این آقای احمدزاده با این سابقه و الحمدلله ید طولا اومد گفت مجلس سنگینه ایشی جوندن نمینه از برلمشتیم یادم نانسخته. خیلی خوش آمدید، قدم رنجه کردید. من به نمایندگی از طرف پیرغلامان، سربازان، اعضا و هیئت امنای حسینی مکتب تشیع خیر مقدم عرض میکنم. زحمت کشیدید، سربلندمون کردید. افتخار میکنیم که خادم مکتب تشیع هستیم و مفتخریم که در 85مین سال فعالیت این حسینیه نسل 3 و 4 دارن این حسینیه رو اداره میکنن و مفتخریم که 0 تا 100 کارهای حسینیه، فیلم برداری، عکاسی، لوله کشی، سیم کشی، بنایی، همه کلا از خادمین خود مکتبن. 1 ریال بابت این کارا ما پول نمیدیم و خیلی لازم بود. چندین وقت بود که این جمع بزرگان، جمع صمیمی این حیات،
جمع نشده بودیم و واقعا شوق دیدار داشتیم. به حمدالله اجابت فرمودید، قدم سر چشم ما گذاشتید. من دیگه بیشتر از این مصدق وقتتون نمیشم. انشالله که مؤید باشید. انشالله این جمع به اتفاق در صحن سرای آقا امام حسین جمع بشیم. شادی ارواح مطهر شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، علما، صلحا، مراجع تقلید، تمام حسینیایی که از عصر عاشورا تا به امروز یکی یا حسین گفتن رفتن، پدرانمون، مادرانمون، درگذشتگان تمام حیات حسینی و حسینیه مکتب تشیع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. سلام علیکم. عرضم بزرگتون که من نفهمیدم تیکه آخری که آقای مینی گفتن چی گفتن که شما همه خندیدید، نمیدونم چی گفتم، ولی من چیز بدی نگفتم، واقعیت گفتم خدمتتون. حضورتون عرض کنم که با طرح یه موضوع مقدم خواهم شد بر دعوت یک عزیز، یک نور چشم، یک کسی که خیلی دوستش دارم، نوکرشم، عاشقشم و خیلی 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 افتخار برای ایران هست، برای هیئتی‌ها هست، برای حسینچی‌ها هست، برای خادمین آسدی شهدا هستش. در این که ما هممون بدون استثناء بریم ایتالیا، شک درسته؟ میریم، احتمالش هست؟ شاید بعضی شاید بعضی نرن، درسته؟ تو رو خدا علم حیاتی نشون بدید. در این که ما همه بریم ایتالیا احتمال داره؟ مثلا هممون مثلا بریم فرضاً مثلا کجا بگم، بریم آفریقا، مثلا یه سفری به مثلا تانزانیا داشته باشیم، احتمال داره؟ اما در این و اگر من بخواد بره سفر، طبیعتا من بخوام برم این سفری مثلا برم آلمان، طبیعتا باید وجه رایج آلمان رو بردارم ببرم اونجا، چون وسط آلمان اگر من تشنم بشه یه دسته تراول در بیارم بدم به کسی، یه بطری آب کسی بهم نمیده، درسته؟ درسته. بخوام برم آلمان طبیعتا حکم میکنه یه باید یه پولی چنج کنم بذاری جیبش اونجا، یه نمیدونم یا میرم فلان کشور، بره ژاپن، میرم گیم بگیره، هر کشور وجه رایج اونجا باید باشه. و اینکه در بدون شک هممون یه سفر میریم. کدوم سفره؟ نه خیر، سفر آخرته. نه خیر، سفر آخرته. بدون شک هممون این سفر رو میریم. پیغمبرش هم، امیرالمومنینش رفت، همه رفتن، همه، ما هم خواهیم رفت. حالا چه کنیم اونجا تشنمون شد؟ چه کنیم اونجا گشنمون شد؟ کجا بخوابیم؟ کجا اجاره کنیم؟ چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ اینی که میگن آقا کسی با خودش چیزی نمیبره یه چرت محضه. واقعا چرت محضه. خیلی ها بردن، خیلی ها بردن، خیلی ها چیزای خوب با خودشون بردن، پرم کردن بردن. فقط رفتن صرافی این کارو کردن. شما نمیتونی بریم تو لبنیاتی پول بدی، مارک بگیری، دلار بگیری، ین بگیری، نمیشه که. باید صرافی بری دیگه. این جوجه هم صرافیه. مدرسه سازی هم صرافیه، بیمارستان سازی هم صرافیه. کاری که مردم نفت ببرن، کاری که امیرالمومنین خلاصه با انبان بدوش این کار انجام میداد، امروز سبکش فرق کرده. خوشبالونه که این کار انجام میدن. عمرن فکر نکنم هیچ کدوم ما اینقدر آجر تو خارمون سرمون خورده باشه که مثلا میگیم پسرم، من عزیزم، دخترم، گلم، من دارم میرم آلمان، لطف کن فردا صبح مثلا یه کاری بکن اونجا تشنم نمونه. هممون بدون اغراق. چرا خدا وزن سال به هممون داده، شکی درش نیست. حواسمون باشه که خلاصه صرف کنیم و این چرت محض از ذهنمون بیاریم بیرون، این که آقا کسی با خودش چیزی نمیبره، میبره، خوبم میبره، توپم میبره. مقدمی بود بر عزیز دلم، استاد گلم، عشقم، نفسم، خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. با کمال افتخار دعوت کنم از نور چشم ملت ایران، پهلوان محمد رضا طالقانی در خدمتش باشیم و از او بشنویم حرفای قشنگ رو. خواهش صلوات مرحمت کنید. جونم دورت بگردم. بیا
نشده جای دعوت بشن برای کار خیر حاج ممروزه گل نباشه. برای همین جلوش نمیگذاره. بگم عموما کسی جلوی پهلوان کلام حرف بزنه 3 شماره فیتیلی پیچ میکنه. جونم یه صلوات حیدری. یه صلوات برای حسینچی نازنین خلق کنه. خواهش میکنم. درست. میان الان دعوا هم میکنه ببین. بفهم. حاجی اون پشت میری این وسط با میستی هر جا دوست داری. بیا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن برای خراب کردن یه نفر اگه میخواد خیلی خرابش کنید بگید که بیا صحبت کن. من محو صحبت‌های بزرگترهای خودم بودم، داشتم کیف میکردم از کارهای قشنگ 85 ساله پیش تا الان. این آقا سید کاظم احمدزاده و پدرش که من بهش افتخار میکنم که اینقدر این انسان‌های خوبی هستن و امام حسینچی نابند باعث شد که تخیلات من یه جور به هم بریزه. ولی حالا که اینجا شد نه من پام مثل احمدزاده میلرزه نه مثل سید محمد میرزایی ترکی حرف میزنم که حرفم توش مغلطه بیاد. من کیف میکنم افتخار میکنم حالا که به من یه بزرگترم گفتون از طرف سید محمد آقای میرزایی بگم منم به عنوان نوکرای امام حسین که خودم و لیاقتم اصلا بیشتر از اون نمیدونم بگم امشب انقدر خوشحالم اومدم اینجا از همه‌تون، از صدر مجلسمون، از خدا حاجی قائم مقامی، حاجی احمد آقای نامی که حاج سرحسن امسال چه کار کرد منو بیچاره کرد تو مشهد. من امسال میخواستم ساعت 3 بعد شب برم، گفتن کجا میری؟ گفتم والا سرحسن سیدی تازه ساعت 3 بعد شب شام میره تازه تو مشهد. ولی دیگه شام محضر حاج احمد آقا بودیم و رخصت میطلبم از همه بزرگترهای خودم که اینجا نشستن. حاج یعقوب که ازش گلگی دارم مثل خدا حاج سرحسن آقای سیدی گلگیمو اجازه میخوام بگم امشب حالا که به من یه ذره دادن. سید کاظم احمدزاده فکر کنم به من یه فرجه ورزشی بده که حالا که من اینجا فرمودم من یه 2 دقیقه بیشتر صحبت کنم. با رخصت از همه‌تون بچه یتیا، من ترکی رو خیلی دوست دارم خیلی زیاد ولی فارسی صحبت میکنم به دلیل اینکه من ترکا رو به خاطر امام حسین خیلی دوست دارم، بازار رو به خاطر امام حسین که ترکا میان دوست دارم. بر این از حاج یعقوب گلگی دارم و حالا حاج سیاوش که دستش در نکنه قربونش برم، حاج عنایت که گاهم میاد من پاشو میبوسم، یا حاج محمد آقای عزیزمون، همه هم به خاطر امام حسین دوست دارم که اون کلمه قشنگ حسین که شما میگی تو فارسا نیستش. من بچه مهربان زهرا، بچه مردم همه اینجا ازشون رخصت گرفتم و رخصت قبل خودم از مهندس امری عرب رئیس ورزش باستانی مملکتم که اینجا تشریف دارم رخصت میگیرم به یک دلیل که امشب که به من فرمودن بگم آی بچه‌های مکتب تشیع باریکلا دستون درد نکنه. من اولین روزی که هیئت قشنگ و خوب مکتب تشیع رو دیدم قبلش 2 تا هیئت دیده بودم زنجیر میزدن. خدا بیامرزه های ارجمندها رو و خدا حاج علی ما رو بیامرزه. و بعد بچه‌های مکتب تشیع حاج سرحسن آقا یه روزی وقتی هیئت ما خدا بیامرزه حاج مصطفی پادگان ما رو از بازار خواستیم برگردیم، من زیاد تو محرم اهل غذا نیستم، یعنی نمیتونم غذا بخورم، ولی اولین باری که رفتم هیئت به خاطر صبحونه امام حسین رفتم. گذر مصطفی کوچه ایلچی کبیر هیئت بود، سید باقر قائمی میخوند. رفتم تو پدرم دستام گرفت 3-4 سالم بود. دیدم صبحونه میدن، انقدر خوشحال شدم. نون 2 الکه پنیر. گفتن اینا مال کیه؟ گفتم مال امام حسینه. صبحونه رو خوردم، حسبند دستگاه امام حسین شدم. الان خودمو بکشم روز عاشورا نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم آب بخورم. دلیلش فقط همینه. وقتی از هیئت برمیگشتم تو بازار سینه زنی تموم شد. خدا بیامرزه حاج شاه حسین بهاری رو، حاج احمد صالح و حاجی اعظمچی رو.
همه بزرگایی که نیستن یه جاشون خالیه. حالا اگه ازدی 2 نفر دیگر هم اگر ازدید به من زیاد نگاه نکنن که من زیاد حرف نزنم برم، چون میدونم هم خودم خیلی گشتمه، هم شما که از اقصانقات این مملکت اومدید، مثلا دوستان عزیزم در تبریز که من فقط حاج احمدآقا رو فقط اسم آوردم، محضرتون عرضه بدارم تا منم سر پاچنار های سیاوش دیدم یه آقای جلوی هیئت وایستاده، قد بلند، پیرمرد، زنجیر میزنه. من تا حالا ندیده بودم. البته اینم بگم خدا بیامرزه ابوحسینو، وقتی دست ترکا میومد به قرآن کیف میکردم. دست فارسا تمام میشد، من وای میستادم دیدم یکی جلوی دسته، وسط دسته اینا رو انداخته دوشش. گفتم این کیه؟ گفتن این ابوحسین رئیس ترکاست. من نفهمیدم اصلا یعنی چی. نگاه کردم اومدم سر پاچنار تا دیدم حاج قلی داره اون وسط زنجیر میزنه، خودم به علامت چیز گفتم این زنجیر مال چی آخه؟ زنجیر برای چی میزنن؟ بعد الان فهمیدم که این حداقل کاری است که در روز عاشورا اونایی که به خودشون لطمه زدن ما بعد 1400 سال بگیم ما هم هستیم و ای والله به این کار قشنگشون. من دسته رو نگاه کردم و رفتم. فردا اومدم دیدم باز حاج قلی اون وسط داره زنجیر میزنه. گفتم من با اینا بیام، چون یه صدای سوزناک بود. اگه اجازه بدید من آخر عرایزم صدای سوزناک حاجی زاهدی رو بگم که همتون میشناسید. حاج سرحسن سیدی، دیدم حاجی زاهدی اون وسط وایستاده داره میگه به موی مقدس همتون که بر من خیلی عزیزید، به مولا خیلی زیاد، و ممنونم از سید محمد و حاج کاظم عزیزمون که به من فرمودن. من دنبال دسته اومدم دم ترکا، مسجد ترکا اومدیم بیرون، رفتیم دور زدیم بازار لباس فروشا، بازار طلا فروشا، چارسو کوچیک، اومدیم باز دم مسجد، اومدیم تو با همون یک کلمه اومدم دیدم واو چه خبره، آی ترکا کجایید؟ امسال 4 تا دسته اومده، 1:06 تموم شده، گلگی من اینجاست. ترکایی که من به عشقشون امسال 20 تا 30 تا زن و بچه مردم گفتن فلانی تو چرا به اینا نمیگی نمیان بازار؟ ما به عشق اینا میایم، ما صدای ترکا دوست داریم، مثل حاج شهرام داد بزنه کیف کنیم. من دور زدم تو مسجد، دیدم این ور خیلی شلوغه، حسینی اومدم تو این بغلی دیدم حاج سرحسن آقا اون بالا نشسته، قلقله از بچه‌های مکتب النبی. از اونجا که من حسبنده حاج سرحسن سیدی شدم، رفتم جاش، رفتم پیشش، مثل خدا حاج یعقوب، مثل دیگر دوستانم، و امروز جاشون خالیه که من نمیدونم چرا. امروز عیبی نداره که هممون به خدا بسته دیگه تشتت و این چیزا در میانه بچه‌هایی که اسم امام حسین روشونه. الان باید هممون بیایم. من از بچه‌های خود محبان زهرا، از سردار عزیزمون حسن آقای رضاییمون، حاج جعفر نخامندیمون درخواست میکنم بابا امام حسین مال همه دنیاست. یکی از چیزایی که من یه شیعتی نمیرم بمونم مال همینه. حاجی قائم مقامی، من میگم که امام حسین مال همه دنیاست، هممون باید زیر بیدرش. بعضیا میگن بذار هیئت زیاد شه، بشه، ولی چرا بچه هیئتی‌ها؟ بذار بچه هیئتی همه با هم باشن. این سالی که میام تو خیابون بهشت و وای میستم وقتی اینا میام، باریکلا آقای علمی چقدر قشنگ فرمودن، ببینید چقدر قشنگه. حاجی احمدزاده به مولا حاجی وقتی من میام تو خیابون بهشت میگم بذار شب عاشورا بیام شلوغ باشه. بعد یاد شعر قشنگ خانم از زینب میافتم که میفرماید اگر اجازه دهی صف کشیده از پیتاییم که این نامردان نگویند حسین سپاه ندارد. من میگم دارن، نگاه کنید ببینید شب عاشورا بچه‌های مکتب تشیع چه میکنن با این دستشون که آقای علمی یه ذره به من دادن که من بتونم بگم لطمه زدن به خودمون جزو عشقه و من افتخار میکنم به همین اندازه. به هیچ کیم کاری ندارم، من نه سیاسی هم نه چی، من همه زندگیم سر قصری امام حسین و خوش به عالمتون. و امروز بخوام به خاطر این کاری که بچه‌های قشنگ و خوب مکتب تشیع انجام دادن عرضه بدارم که صبر و عزیزم کار قشنگ مکتب تشیع خیلی قشنگه، به اتمام نمیرسه. کاری که کرد و شما رو از اقصانقات دنیا آورد، چقدر کار خوبی کرد، همتون خوش اومدید.
صفای قدم همتون. من اجازه میخوام قبل از اینکه کلمه قشنگ ملکوتی حاجی زاهدی بگم، نمیدونم دلم میخواست حاجی عهد خجسته امشب به ما منت میزاجی حاجی عنایت میفرمودن، نمیدونم من یه ذره دارم یک کلمه، چون من دلم میخواد هر کجا که باشم عطر وجود مقدس مولامون که ما در خونش پیر شدیم و افتخار کنیم که الان چند تا دوستان ورزشکار من هم اینجا، ما افتخار کنیم که ما ورزشکارا بستر شما نوکرای خوب، من نوکر علمکشام، نوکر اینام که برای امام حسین خودشونو جر میدن، نوکر اونام که ایشون هم فرمودن آقای علمی کتل میارن علم میارن، به قرآن دوش اوناست هنوز، لاتای فتای امام حسینی و جوون مردا هنوز مثل شما بزرگترها هستن و این کارو انجام میدم. رخصت میطلبم. میفرماید عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت. هر کجا کار قشنگیست، هر کجا روی خوش افتاد، همونجاست بهشت. خاتمه عرایزم با رخصت هست 100 باره از حاج کاظم که اغلب منو تو خیلی جا چپ چپ نگاه میکنه ولی انقدر محرمونه من ازش نمیترسم و همین خوبه که من بتونم باز بخوام اجازه بدم کلام قشنگ حاجی زاهدی بگم. اگه به من اجازه بدی به خاطر اینکه با جون من بازی کرده کلام قشنگ سه دستن آقا، خود حاجی یعقوب، خود خاج سیاووش، خود حاجی قائم مقامی، دیگر کسانی که من متاسفم اینکه فکرم دیگه کار نمیکنه به خاطر یک مرتبه به من فرمودن. عرضه بدارم که من سالیان درازی پشت دسته مکتب تشیع راه افتادم. امسال اومدم یواش دیدم حاج آقا داره تاریک میشه. حاج یعقوب یواشکی از دست یه نفر حاج کاظم از همین دوست خودم فامیلش نمیدونم زنجیری گرفتم. گفتم امام حسین من سنم رفته بالا، من که بیشتر این بلد نیستم به خودم لطمه بزنم، به من ازید من امروز پشت سر بچهای مکتب تشیع یک چند قدم راه بیام، پام درد میکنه، محرم شب تا صبح ندارم. به خدا جون همتون وقتی من از خیابون بهشت مکتب تشیع برمیگردم زنم میگه چرا نمیخوابی؟ میگم حاج خانم به وجد اومدم. وقتی میبینم بچه‌ها برای امام حسین این شمشیرها رو اینجوری میکنن، بچه سالا به تپ میزنن، همه به وجد میان به عشق امام حسین. میگم آی کسانی که اون روز اینقدر غریبانه و نامردانه بیاد ببینید بعد 1400 سال مردم براتون چه میکنند. و من چندین سال پشت سر مکتب تشیع و آخر سر پشت سر جلسه قشنگ حاج آقا سید حسن تو مکتب نبی و دوستانم در موسم جعفر که دیگه این جلوگیری دارم که چرا از بازار مردمی که دوست دارن صدای شما رو این نفس قشنگ سید حسن سیدی عزیز و حاجی یعقوب که من عاشقانه دوستش دارم رو تو بازار دیگه نشنویم. و من چندین سال پشت سر آقای زاهدی اومدم به خاطر این یک کلمه. اگر به وجد اومدید، اگر دلتون خواست، اگه من خواهید همراهی کنید، نه صدای من سوزناکه نه بلدم، فقط میخوام بگم منم نوکر امام حسینم به خاطر که امشب زاهدی رو زمین که آی سیروس امامی عزیز امام که مندر میفهمیدن و وسطا میخوندن و من کیف میکردم که پارسالم 2 مرتبه ندیدمش تا 2 مرتبه امسال خوند، ازش ممنونم. اب نداره همگیمون اگه اجازه بدید من بگم بعد شما چندین بار بگید. اگر اجازه دادید که آره، اگه نه من هیچی نمیگم، اما اگه اجازه دادید یه نفر اینجاست که پیر غلام امام حسینه، یکی از کسانیست که 50 60 70 سال کسی بوده که با اون صدای قشنگش، با اون مظلومش که این افشین سرداری عزیز ما اگر به من اجازه بده به ایشون بگه که اگه میشه 3 مرتبه بیشترم نمیخوام، اگه ممکنه من کلمه قشنگ و نازنین حاجی زاهدی رو من بگم شما من همراهی کنید و بعد از حسن لاله این پسری که صدای مظلومش به مولا راست میگم وقتی میگه حاج عهد خدوسه عزیز به قرآن مثل ظهر عاشورا این حرفو میزنه، اینقدر صداش قشنگ و من موس و حزین مال امام حسین. رخصت میطلبم حاج صدتون و همتون اجازه میدید من کلمه قشنگ زاهدی رو بگم اگه دلتون شکست شما بگی
وای وای حسین وای 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 این مال زاهدیه وای وای حسین وای 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 حسین وای 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 حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای دست همتون میبوسم. ممنونم منو تحمل کردید. اشکال در خدمتتون باشیم. آقای علمی یه صلوات بفرستین، خوبه فکر میکنم. بله خب حاج مهدی آقای آذریان از تبریز هم تشریف بیارن، خواهش میکنم. آقای آذریان بله. و حاج آقا سپهر ابوالفضل مصطفایی از تبریز هم تشریف بیارن. آقای مصطفایی، حاج سید ابوالفضل مصطفایی و آصد ابراهیم رهبر از تبریز تشریف بیارن، خواهش میکنم. حاج آقا این طرف تشریف بیارین. و اجرستان برای مسلمین حاج آقای رضوانی هم تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم. یا امام زمان یه صلوات قشنگ بفرستید، خواهش میکنم. و خواهش میکنم اجرستان برای مسلمین حاج آقای حسان تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم. حاج امیر آقای عرب رئیس محترم پهلوان هم تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم. حاج آقای عرب و حاج حبیب آقای نیکنام هم تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم. جان من برم اونجا. چشم حاج آقا چاکرم، دست بوسم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید جان. بله جان، بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. خب مقدمه باشم بر تقدیر. این تقدیر سریع انجام میدیم که طولانی هم نشه. این دناپلاس رفت، عاقبتش بخیر، عاقبتش بخیر. خب مقدمه باشم بر تقدیری که انجام خواهد شد. میرم پشت تریبون، اجازه هستش سریع انجامش میدم، ببخشید. میگه ای که از هر دلبری دل میبری، ای که از هر دلبری دل میبری، هم دلاور هستی و هم دلبری. جمله موجودات عالم مست تو، اختیار آفرینش خاک تا افلاک در تسخیر توست. هر ستاره برقی از شمشیر توست. آسمان هر ماهه با یک ماه نو نعل می سازد برای اسب تو. گر بگویم کو پیشت خم شده، بر تو نفزودم که از تو کم شده. گرچه می لرزد فلک از خشم تو، هست لبریز از محبت چشم تو. تو حسابت از همه عالم جداست، تو حسابت از همه عالم جداست. نام تو عباس، عباس خداست. گویم از تو لیک سوی دیگرش، از دروی سکه روی دیگرش. یک تازه جنگ عشق و جنگ عقل، ناهماهنگی تو با آهنگ عقل. آب در دست و نخوردن عاشقی است، آب را لب تشنه بردن عاشقی است. عاشقی باشد که عمری روز و شب، نام اربابت نیاوردی به لب. چیست جز از عشق نام دیگرش، این که کس باشد غلام خواهرش. ای خدای عشق ما را بنده کن، گرچه دشوار است بر ما خنده کن. صلوات مرحمت بفرمایید. من اسامی رو میخونم. بعضی از دوستان تشریف آوردن، کمی طولانی شد یا کار داشتن تشریف بردن. ابتدا از سرکردگان محترم هفتم
که تشریف بردن فقط اسم یاد میکنیم از ایشون و هدیه و تبرکی و تقدیمشون خواهیم کرد. جناب سرهنگ مافی صلوات محمد بفرمایید. ولی ریاست محترم کلانتری 113 بازار تشریف دارن. جناب سرهنگ تیموری در خدمتشون باشیم، خواهش میکنم. سریعتر هم تشریف بیارن ممنون میشیم. بله خیلی خیلی خوش اومدید. و رئیس پلیس محترم امنیت پایگاه هفتم جناب سرهنگ صالحی در خدمتشون باشیم. اون ملک حسوب یادتون نره ها، خلاصه از دست نره این مرتبه. و ریاست محترم راهنمای رانندگی منطقه 12 جناب سرهنگ انصاری در خدمتشون باشیم. بله تون بگو. یکی 2 نفر و اما یکی دیگر از شهردارای عزیز و نازنینی که از مهمانی که تشریف آوردن اینجا و رفتن جاشون هم خالی هست. شهردار محترم منطقه 12 جناب آقای دکتر انارکی و شهردار محترم ناحیه‌شون آقای مهندس یوسفی تشریف آوردن و کار داشتند و رفتن. یه صلوات هم برای دوستان مرحمت بفرمایید. رئیس شورای هیئات مذهبی جنوب شرق ببخشید رئیس شورای هیئات مذهبی تهران جناب آقای سرداری هم تشریف دارن، در خدمتشون باشیم. بریم سراغ چند تا از پیرغلاما. اینا رو دیگه کم نذارید تو رو خدا. صلوات قشنگ بفرستید برای ما. برای من دادن؟ یا خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم. عرضم حضورتون که چشم. بریم سراغ پیرغلامای نازنین. همه پیرغلاما هستن، به نمایندگی از طرف اونها رو ما دعوت میکنم. من چند تا از دوستان جناب حاج خلیل بهنام پیرغلام از تبریز. فکر نکنم 10 تا صلوات دیگه بیشتر از شما بخوام. خواهشاً این صلوات رو هدیه خط بکنه. ممنونم. و جناب حاج ولی پیری ذاکر و پیرغلام از تبریز. و پیرغلام حاجی یعقوب حقیقت پور از تهران. تشریف آوردن آقای حقیقت پور. بله الان تشریف. بله. و ما دعوت میکنیم از جناب حاجی محمد علی مونسی ذاکر و پیرغلام از تبریز. زنده باشی. و اما دعوت میکنم از حاج عنایت الله کریمپور ذاکر و پیرغلام از تهران. ممنونم. مادر جان یا فاطمه زهرا، انشالله که تقدیرها که چه عرض کنم محبت و نمکتون شامل حال همه ما بشه. حاج عنایت کلیمپور در تشریف بیارن، صلواتی مرحمت کنی. الهی دود.
و اما دعوت میکنم از پیرغلام حاج سید حسن سیدی در خدمتشون باشیم. حاج آقای سیدی بفرمایید. یکم کنار. دعوت میکنیم از پیرغلام اهل بیت حاج غلامرضای اکبر نژاد در خدمتشون باشیم و صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوش اومدین. حاج احمد آقای بالایی عزیز و نازنین پیرغلام علیه السلام از هیئت مکتب تشیع تبریز در خدمتشون باشه. و اما دعوت میکنیم از پیرغلامان مکتب تشیع، تکرار میکنم همه عزیزان استحقاق و موقعیت رو باید داشته باشن و دارن برای اینکه بتونن امروز ما به نمایندگی از طرف پیرغلامان از چند تا دوستان دعوت کردیم که این روحا دریافت بکنن و دعوت میکنیم از پیرغلامان مکتب تشیع با کمال افتخار پیرغلام حاج حسن آقای سلیمان پور و پیرغلام حاج محمد تقی محمدی خلیق و ابو شهید حاج رحیم نیکباف پیرغلامه پدر شهید حاج رحیم آقای نیکباف خدمتشون باشیم و پیرغلام اهل بیت السلام از مکتب تشیع حاج یونس رمضانپور من یکم سریع میخونم اینکه دو دوستان برسن اینجا زمان میبره شرمنده دوستان نشیم ما و پیرغلام اهل بیت السلام از مکتب تشیع حاج امیر سرفراز و پیرغلام اهل بیت السلام از مکتب تشیع جناب حاج سیروس امامی علیکم السلام. پیرغلام اهل بیت السلام از مکتب تشیع حاج آقا سیاوش پورصمدی و
پیرغلام اهلوی در السلام، از مکتب تشیع حاج سید احمد خجسته، حاج سید احد، معذرت میخوام، بله حاج سید احد خجسته، عذر میخوام. و اما بریم سراغ دوستان و عزیزان. از خادمین مکتب تشیع جناب آقای سعید جهانگیری از واحد تبلیغات، جناب آقای علی دستمالچی تصویربردار، جناب آقای محمد نورهانی سرپرست گروه تبال و عزیز دلم جناب آقای محمد باشتنی از گروه برق و نور و جناب آقای رضا دفاعی از گروه پرچم و جناب آقای بهزاد فریدی پور از گروه تدارکات. برای همه جوانان یه صلوات حیدری ختم بفرمایید. بازار تهران پا برهنه. بله پا برهنه. بله عزیز دلم، عزیز دلم. خیلی دوست دارم. قربونت برم. و از روابط عمومی جناب آقای سید مقداد صدر تهرانی هم تشریف بیارن در خدمتشون باشه. خب پاکت ها توضیح شد خدمت دوستان. یه بار دیگه عرض کنم این کاغذهایی که داخل این پاکت ها قرمز رنگ هست مربوط به مبالغی که شما نیت میکنید انشاءالله جزو تبرعاتتون باشه و انشاءالله که برای اون کار زیبا مصرف بشه. و یه برگه دیگه همراهتون هست، این آبی رنگه، این همراهتون باشه برای روزگاری شاید قطعاً به درد خواهد خورد. میتونه به دوستانتون پیشنهاد بکنه یا داشته باشید. شماره حضورتون عرض کنم که شبا و شماره حساب مربوط به مکتب تشیع هستش. چه جمله قشنگی، هر کجا ملک خدا هست حسینیه توست. به به. من اگر در تسلیت بیبی فاطمه مشهور سلام الله علیها تأخیر کردم عذرخواهی میکنم، چون یادداشت به من دادن و گفتن که حتما صلوات بگیرید. من صلواتم گفتم بازم هدیه میکنید روح پاک مطهر منور و مقدس خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بر محمد و آل محمد. فکر میکنم خب آجای طالقانی هم طاق شال دریافت کردند و چه زیبا. ما بخش پایانی برنامه‌مون یه توسل بسیار کوتاه به اهل بیت سلام هستش که امشب دست خالی کسی نره بیرون و این توسل کوتاه رو برادر عزیز و بزرگوارم حاج شهرام شهریار انجام خواهند داد که در خدمتشون خواهیم بود. دوستان دیگه به قول معروف موقع تهدیگ خوریشه. خدا رحمت کنه حاج غلام علی رجبی همیشه میگفت کسی که در باب شهادت جزء تهدیگ خورا بود، کسی که روزهای آخر و بعد از قبول قطعنامه به شهادت رسید. این شاعر و ذاکر اهل بیت علیهم السلام فرزند نازنین حاج آقای رجبی بزرگوار. یاد کردیم از همه عزیزان و خادمین حضرت. خیلی محبت فرمودید، عاقبتتون بخیر باشه. محبت بفرمایید عزیزانمون رو بدقه بفرمایید با صلوات بر محمد و آل محمد.
جان بله ما بعد از توسل عزیزان برای اطعام آقا سید شهدا سلام و اکرام ایشون هم آماده هستش. ان شاءالله چند لحظه تأمل بفرمایید که دوستان آماده بشن در سالن پذیرایی پایین. تأمل بفرمایید، بعد چند لحظه خواهیم رفت. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. خب ما الان اعلام بکنیم یا نه؟ خب پس شما پخش بکنید که بعد مدعی دیگه. بله. حاج آقا تشریف بیارن. حاج آقا شهرام شهریار تشریف بیارن. حاج آقا شهرام عزیز. به به. اساتید بزرگان خودم، اساتید خودم، مخصوصا ذاکرین خوشنفس و خوش‌الحان آستان حضرات معصومین علیهم السلام، به عنوان چند لحظه‌ای از کریمه اهل بیت علیهم السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها، از سلطان سریر ارتضاء حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام شرمنده نشیم. چند لحظه‌ای به نیت فرج آقا امام زمان قربانی قدم‌ها انشاءالله پذیرایی بهینه و اربابی حضرت سید الشهدا علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. روی قبرم بنویسید چه خاور بودم. روی قبرم بنویسید چه خاور بودم. سالها منتظر روی برادر بودم. روی قبرم بنویسید جدایی سخت است. این همه راه بیایم تو نیایی سخت است رضا جانم. روی قبرم بنویسید ندیده رفتم. با تن خسته و با قد خمیده رفتم. بنویسید همه دور و برم ریختن. چقدر دسته گل روی سرم ریختن. سادات بن زهرا چقدر مردم این شهر بلایی خوبن که سرم را نشکستن. خدایی خوبن. چادرم سادات چادرم روی سرم بود به پای نگرفت. مجرم روی سرم بود به جایی نگرفت. 23 ربیع الاول ورود کریمه اهل بیت علیهم السلام. مردم گم
جنگ تموم گذشتن تا خبردار شدن خواهر امام و دختر امام و عمه امام مشرف شده، همه با شاخه های گل اومدن قربونی آوردن. اما این خودی خانم میفرماید من کجا، شام کجا، زینب بیگار کجا، من کجا، بام کجا، کوچه و بازار کجا، رنگ که نشستن قربون قدم هاتون. بعضی ها رو میبینم شونه هاشون تکون میخوره. خیلی ببینید آی مردم بلای ایران، اهل قم خیلی ببینید که قربان کردید احترامی که به این دختر زهرا کردید. بمیرم بمیرم بمیرم. اهل قم خیلی ببینید شما کف نزدید دور ناموس خدا خاک به دهنم. سازانه یا دفن زدید. از همین جوان میگیرم سید سنا جنایت های عزیز، تشدید اینا، شونه تکون خوردن اینا برا من یه دنیا پشتوان است و جای طالگانی روحانیت محترم عزیزان سربازان وطن. یا الله مگه زینب کبرا سلام الله علیها دختر امام و خواهر امام و عمه امام نبودن؟ بمیرم یا الله. دختر فاطمه بازار خدا رحم کند، چادر خاکی و انصار خدا رحم کند. تموم کردم به نیت فرج. یا الله ما که از کوچه فقط خاطره بد داریم. شب این حادثه تکرار خدا رحم کند. بودیم یا الله خانه بیر باختیم ای زدن قرآن و خیم باش تنه قربان باش باشد سازار عمرو و درداشم همه هم بیر یا حسین. از بزرگای خودم اجازه میگیرم اللهم صل و عجل ولیک الفرج، اللهم صل و عجل ولیک الفرج، فرجا عاجلا. به دست توانای امام زمانمون برسه با آحاد عالم دین اسلام و تشیع و دوستداران اهل بیت، اموات همه مهمانان، همه سروران گرام، چه فارس چه ترک، عزیزانی که از تبریزمون تهران بزرگی کره خاکی کشور امام زمان تشرف دعوت فرمودن. امواتتون به دست امام زمان امشب انشاءالله نوری به قبرشون برسه. به نبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات بلند.